در دسته سابق بعضی از بازیگران یونایتد باشد باز هم گپسری ناراضگی ها می رود. موسم قبلی اگرچه از برای ناراضگی ها با نوری شاهین یک زمره از بازیگران از سیگنال ایدونا پارک رفتند، این مورد دلدادگان بازیگری زردپوشان هیچ نمیخواهند که دیگر در دورتموند آلمان باشند. گپسری کریم ادیمی می رود که دوست دخترش لاردان نیتی رفتن از آلمان کرده است و این بانوی 30 ساله گویا که زندگی در شهرهای آلمان دیگر دلگیر کننده شده است و او میخواهد که ساکن لندن و پاریژ باشد. از این رو کریم بیچاره و در عشق دیوانه هم سراسیمه‌وار اگنتی فوتبالی عوض کرده، حتی در آوزان زمستانه ترانسفری 2 پای در یک موزه نیتی رفتن کرده است. پس از چنین خواهش‌های این بانوی ادیمی با خطاب به بعضی از انکلان‌ها باید گفت که پس از شنیدن گپ و خبر اندکی هم باشد باید قوت دل بگیرند، زیرا تنها نیستند و همسفران معروف چون کریمی در عشق الکی دیوانه هم دارند.